همه مستوى و گپ هست گوش میکنیم درسه نوبروبری لگریتمی اگر نفهمیم همون جوشنده میپرسیم فهمونی بچه اگران صبر رو یک بار میپرسیم تمام بچه نوبروبری لگریتمی نموی عمومیش این خیلی شدنش ممکن لگریتمی اساسی a یکان f از x کلان یا خورد فرقش نیست 4 تا علامتی نوبروبری دوتا قطعی دوتا غیر قطعی کلان یا خورد کلان یا برابر خورد یا برابر هم خیلی لگریتمی اساسی a f از x لگریتمی اساسی a چیزه g از x انا که بچه ها این خیلی نمودن آورن ممکن همه دولت نوبروبری های لگریتمی را آینده برای حل کردن این خیلی نمود آسین برای حل کردن این خیلی نمود نوبروبری ها چی کار میکنیم؟ یکم اول اساسش به چون کنیم اهمیت میدیم اساس اینجا دو تا حالت شدنش ممکن با فونکسیون های لگریتمی موضوعش یک بار دیگه گوش کنید اینجا کدام حالتند فونکسی لگریتمی افزون شونده کدام حالتند کم شونده این وابسته اساس بود همون اساس به یک بار بچه ها اهمیت میدیم یکم میبینیم اگر اساس ما کلان از یک باشد حل این نوبروبری حل سیستمی حاضر من مینویستگی به برابر خوبه میشه این سیستم این خیلی f از x باید کلان از 0 باشد هم خیلی تگی لگریتم کو تحتی لگریتم مثبت g از x باید که کلان از 0 باشد از بس که اساس کلان است اساس ها یک خیلی علامت نوبروبری تغییر نداده آورم میمونیم f از x کلان از چیزه g از x وقتی ما الان این سیستم حل میکنیم این حل این نوبروبری فهموندید حاضر اینجا من مثال هست داستان مثال حل کردن شما به یاد میدیم دویم حالت اساس به نظر میکنیم اگر اساس ما از 0 کلان رو لیکن بعد از یک خود باشد یعنی فونکسی لگریتمی فونکسی چه باشد کم شونده باشد حل کردنی انا این نوبروبری شکلی زیرین به حل سیستم نوبروبری که حاضر من مینویسم برابر خوبه میشه این سیستم چنین است من f از x هم کلان از 0 g از x همچون ifade تحتی لگریتمی کلان از 0 انا به دفعه f از x میبینی اگر کلان باشد که چیزی میشه کلان میشه خورد میشه خورد بودن یعنی عکسی علامتش میگیریم کدام وقت عکسی علامتی نوبروبری میگیریم اساس ما در بین نول یک خوابه اگر اساس از یک کلام باشد عموما خلاصه درس همین 2 دقیقه اینه گپ برای درس کفایه همین چیز فهمید یک نکته بس است اگر شعور است یک تا گپ بس نگاه میکنی اساسش به اساس کلان از یک می این سیستمی آورد حل میکنی اساس به نظر میکنی خود از یکو از نام کلام می این سیستمی نوبروبری حل میکنی ادا تمام یکم مثال رو نگاه کنید لگریتم اول خوره که ما میکنیم باید چیزا رو نگاه کنیم اساس از یک کلام باشد چیکار میکنیم f از x کلان از 0 2x جمعی یک کلان از 0 g از x خودش کلان از 0 حاجت نیستم الان سیومش f از x خود از همین علامت خودش 2x جمع یک علامت به تغییر می‌داریم تمام این نوبروبری حل کنیم اگر حل نوبروبری داریم برای این سیستم حل کنیم سیستم حل کردن چیکار می‌کنیم ببینید نگاه کنید بچه‌ها نوبروبری خطی این پیروسی یک طرفی همسایه می‌گذارم 2x کلان از مینوس 1 میشه اینش هم 2x خود از 5 مینوس 3 میشه 4
انا اینجا اگر x یابیم اگر کلان از مینوس یک رویت اینجا x یابیم اگر خود از دو جواب x قیمت میگیرد مینوس یک رویت کلانو از دو چیزای خود طرز دیگری جواب نویسی x کلان از مینوس یک رویت خود از چند دو هر دو طرز جواب نویسی هم قابل قبول کردن یکم نمونه همه بفهمامی بچه ها یک بار دیگه یکم نمونه همه بفهمامی یک بار دیگه میفهمم ما اول اساس ما نظر کردیم اساس ما 3 بوده است از یک کلام پس من این یکم قاعده گرفتیم و حل کردیم 2x پلوس 1 تحتیل گرفتیم کلان از 0 2x پلوس 1 خورد از 5 اساس های اخیلی بودن و تگیل گرفتیم چوکنیم گرفتیم انا دوامش سیستمی حل کردیم تمام هم بفهمامی سوال هایمی با سوال نباشد فهما باشد یک دقیقه تمام نمونه دوم رو گذاشتیم نمونه دوم اگر نگاه کنیم بچه ها اساس ما چیه؟ از یک خود از نو اساس ما از یک خود از در بین 0 و 1 آن با ما کدامشو میگیریم؟ دویوم هم میگیریم نگاه کنید بچه ها این مینوسی یک هم لگریسمی اساسی 1/3 بنویسن ممکن ده چهر گویید لگریسمی اساسی 1/3 x کوادرات جمع 2x کلان از لگریسمی اساسی 1/3 1/3 درجهش مینوس 1 یعنی که 3 خودش برابر 1/3 درجهش مینوس 1 یا یک بار نویسم می بیتو من یک بار نویسم شما اون به نفس فهمه شد با 3 برابر میشه این چه میشه بچه ها نگاه کنید لگریسمی اساسی 1/3 با اینجا 3 می‌نویسیم 1/3 درجهش چند؟ مینوس 1 بچه ها مینوس 1 فرضانه پیش برود لگریسمی 1/3 از 1/3 با چند برابر؟ انا مینوس 1 به نمودی لگریسمی اساسی 1/3 نویسیم چوب 1/3 به این میره نویسیم بله اساسی انا کو 1/3 درجهش مینوس 1 چند برابر؟ 3 برابر تمام انا موافقی و فرموله 2 حل میکنیم نگاه کنید سیستم ما به چطور است x کوادرات جمع 2x کلام از 9 اكو از بس که اینجا تگی لگریم خود از 3 لازم ننوشتنش x کوادرات جمع 2x انا کو کلام بود چه میشه علامتش پاس کنم کنیم علامتش به برعکسش تبدیل میدیم از چند میشه تگی لگریم 3 خودش میشه 1/3 نشون دهندش مینوس 1 چند برابر 3 برابر این سیستم با متد فاصله ها حل میکنیم بچه ها برای این نابرابری یکم به ضرب کننده ها جدا کنیم نابرابری دوم به ضرب کننده ها جدا کردن و به نمود 3 کوادراتی می نویسیم همه خیلی می اکو ریشه های این 3 یابیم چند برابر میشه دیسکریمینانت ما 4 مینوسی 2 پلوسی 16 بوده است دیسکریمینانت ما 16 باشد x پلوسی 3 مینوسی 2 مینوسی 4 تقسیم 2 مینوسی 3 یو x 2 ما مینوسی 2 پلوسی 4 تقسیم 1 انا نگاه کنید بچه ها x پلوسی 2 کلان از نام x پلوسی 3 x مینوسی چیه؟ 1 خود از نام انا کو نگاه کنید بچه ها برای حل کردن این نابرابری ما تیر عددی لازم بود تیر عددی میگیریم تیر عددی بعد انا این ریشه ها یعنی یکم نابرابری ما 0 کتی مینوسی 2 خیلی است اول نگیز ما مینوسی 3 میبیاد پیشترک مینوسی 3 بعد این کدام آدم بیاد مینوسی 2 هم خیلی بعد این 0 میبیاد بعد این کدام ریشه 3 کوادراتی چند 1 میبیاد
نگاه کنید نابرابری یکم ما x مینوس 2 0 مینوس 2 چند تا فاصله به جدا میشه 0 3 تا فاصله با انا کو کلان از 0 افتاد ما علامت معین میکنیم هر سه فاصله هم دیو مثبتش میگیریم مینوس 2 پای مینوس 3 مثلا مثبت منفی مثبت حل نابرابری یکم انا اینجا من اشتراک میکنم حالی این حالی فقط نابرابری دوم این نابرابری یکم گلی رنگ ما نیستم نابرابری دوم ما حلش مینوس 3 تا یک تا بیاخره سه تا فاصله به جدا کردیم از بسی شاخه‌های پرابولا و بالا هست پینوس میشن مینوس پینوس انا کو حل نابرابری دوم بچه‌ها نه از اهمیت مدد است مینوس 3 تا مینوس 2 مدد هم جای شدی آنها مینوس 3 تا مینوس 2 آنها تا چه نه تا یک انا من جواب میگیریم جواب مینوس 3 تا مینوس 2 هم جای شدیش آنها تا چه نه یک فهمیدید طرز نوشت دیگر جواب مینوس 3 تا مینوس 2 و آنها تا چه نه تمام بچه ها این مثال یک بار دیگه بیان میکنم یک بار دیگه فهمونده دیگه هم لحظه احمد میدیم گوش میکنیم اول اساس ما نظر کردیم اساس ما از یک خود از ما کلان بوده است انا علامت چپه کرده گرفتیم تحتی لگریم طبیعی است که کلان از ما طبیعی که تحتی لگریم چیزه کلان از ما بعد این و ضرب کننده ها جدا کردن نقطه های ناله یافته متد فاصله ها که حل کردیم نقطه های ناله به تیر عددی قید کردیم بچه ها مینوس 3 اینجا های بعد اینجا مینوس 2 های 9 های یک بار دیگه نمیسم 1 های انا این مینوس 2 کتی 9 حل انا این نقطه های نابرابری یکم بینیم اگر حلش من این اشتراک شدم نابرابری دوم حلش مینوس 3 تا 1 هم جای شبیش گرفتیم انا هر دو اشتراک هم هر دو شد مینوس 3 تا مینوس 2 انا تا چنه 1 تمامی نه کنده چی سوالش هست سوال ما نباشد همه فهمه باشد یک تا فقط هست